بله رمضان جان خوبه؟ چه خبر؟ میگم یک کمی سیگاری وردا بیا یک بیا با کته کجیر بیا قلیون رم بیار خود خو جون وخی بیا زودتر بیای خوبه سعید گل باش خداحافظ. چی باشه امروز؟ بله کجیر خان خوبی خیره چی گپای رفیق اختیار هستی؟ چه کاره؟ نشه یا خمار؟ یار ما که عدیرو نیه همیت نشه ام که ایت بیامدم سر خور بقدشتم تا به می حال خوبی بودم. میگم تو یک کار کنه خو ما سیگاری و غیلون بر میدارم میارم با دکون توه سیه من غیلون و سیگاری بر میدارم میارم اید گلم زنگ زدم ماله که چه کار میکنی میری گفتم ما میریم خودی تو بدکون که جیرا سه چهار نفر جمع میکنیم میاین خودی شما اینجا میشینین دیگه. خوبه گپینیه تو که به پره نمیشینی نشین دیگه. نکش تو گپینیه دیروز بخله که تو به یک هفته میزه کشیدی که تو به یک هفته بس کنه. ما دیگه هستیم ما سه چهار تای هستیم بچه. خوبه سیه کسه کنک تو یک کار کو هم یک ترمز چای هم تیار کنک اگه به زحمت نمیشی. سیه خیر بینی بخیر بشی خداحافظ. ما دیگه یک 20 دقیقه دیگه میاییم. خوبه باشه خداحافظ. برو که امروز هم بریم خود تفقا هم دکن که جیرم اینجا گورین کنیم میگه موار جمع کنم که زودتره بریم. عجب پاتو بشو یاری عجب پاتوخی شده می دکن کجیر هم گوشنه هم بشیم اینجا چاش تیپ کیکسی بیسکوتی میخورین ساعت ما هم تیره جا گورنگ هم هست دیگه چی مایم دیگه بیایم بخوریم شما هم ناز نکنیم دیگه. آبا بله بیا بری چیز کنم همین تو سکو بگیر یا این 200 300 300 این 400 400 هم 500 یعنی به من میمونه بفهمیدی تو چیز کن برو بده کنیم یک گل خب یک قوطی روبه نیم کیلو چای سیاه 1 کیلو دشلمه یک دو بستن مکرنی دکونت گل بابا به دکونت گل نمیرم من. چرا نمیری؟ نمیرم بابا اینجا امیر گل 6 7 رفیقا خود جمع کرده اینجا بیان تمام هر کم که بابا میرم به دکونم اینم بوی چرس یک سر چرس بکشم ریل میزنم تمام خنده میکنم پشت اصلا زنگا که میاد داخل دکون نمیره به خاطر که بوی چرس بچه خورد نمیره. گل این کار میکنه بابا شو اگه برای نگاه کن سه که اشته دیکون دیری میکنه پس باید که خود میبرم بزن خود یه شوخی میکنم و گپ میزنم و یه دارم این اکو داری پیش خو میگو خودتونو تو به کجایی یاله میگو تو شرم آیا داری ها که شما میریم 5 6 تا با تا دکون با کجیر میشینی قرار چرس میکشیم سیتی میندازانیم که فرض مثل سیگار میکشیم اون در عقل کمال دار خود را پا بگی مادر تو بوش خواستی یا نه مادر شما بستونیم پولا پیشکش بدادی مادر تو رسوندم پولا پیشکش مادر من بدادی میگم تو خجالت نمیکشی نگه پر میزنی تو بوش خونی تو نشری ایتا نمیشه پیار ما شما سلام علیک داریم میگم تو را نبورن دست برا تو بودم تو بخو میفهمی تو همون فکر نمی کن که تامین نه لافتوار دارم ولی من دیگه مکن شاد باش
گپ کم کو که وقت که من گپ زنم میگو من نمیخورم نه نون دو قرار زار بابا میگو گیلک شاخوا کو چی میگم میگم شما خجالت نمیکشید 5 6 تا دیگه میرین چرس میکشیم سیگار میکشیم سیگی میندازه خنده و اختلاط دار همون فکر میکنم که یک سیاست رو در میدی که یه چیزی نیستونه زن کاکام خوشی شما نه زن کاکام شما بگین خوشی شما نه ابا تو چه غرض گپ کم کو بیا کبری تو دیگه گپ نفهمیدی همه همه گای بودن دل بر بسدن همه گای بودن منو دل گپ بسدن کم کو بیا کبری بده همه گای بود بر دل بسدن گیلک همه گای بود بر دل بسدن گیلک گوش خوب بیا او میگه بیا خودم جنگ کو تو نشهی نشه اون شما سعی کنی یک گویه یک رنگ دو رنگ سه رنگ چهار رنگ پنج رنگ شش رنگ هفت رنگ بابا شما نگاه کنیم این گوه سعی کنی گوه من میبینم 5 6 تا گوه یکی نیه تو نشهی بال خوب بیا یا کبر که تو برو دست برو تو بودم بخی شما خوشی پیار منه چی؟ خوشی پیار منه من خوشی پیارتونو عمودری میگم عمودری کم بیا تو بیش خونی بیا کبر که تو بودم دست برو تو بده همون در عقل کمال نداره که همون در فکر نمیکنی تمیده کن هم سیاست میه بچه نادانی میه شما بخند و بری فعلا الله داریم چرسام که در چه بده تیز برو که تو بودم دست برو که تو یک پرشی از بکنه تو بخو میفهمی قطعه بودم بیا بشی آسه کل دستا خیلی چیز کنه خیلی خوب متده بتیه متده بشی قطعه خوب بیشمدی بیشمدی پری نشتو گیله چای مایی انا که تو رو بخونه به تو چای هم نمیخونه بخی بپری نشی تو دوگا گرمه یعنی نپریده بیشم دیولی گیله بکخون گیله اول یک پنمانی بکشیدی گیله نپری نشی تو میگه اول پنمان 4 بکشیدی خودتونو گیله وش خاصی یا نه بخی بری بخی با تو چی ربطی داره که من کاری میکنم با بلادی مردم بی عقل افتادیم پستر را رو سید همه مدام بیننده خوش نداره قد بالا تو سید کنه که پیشته را میری منو سلام علیکم خیلی شکر زنده سلامت باشین زنده باشین میگم بله شما به این برا خود دکون واکدی یا سیغی خونه چرا چیکار خیریته چرا شما دکون به تمام حال واکدی که ساکو چوتا غمسایی بیا سودا پیش شما برو درسته بله است شما دکون واکدی که تاشون به چا بیا و تم دکون خنده کنه اختلاط کنه چرس بکشه قیلون بکشه صد رقم مسخرگی و اینین بکنه یعنی کار خوبیه کی کشیده چه کار شده ماما چی گپه
ما صبت ولی گیلا که ده دفعه به او قطه دادم که تا این نشیه دی کمک بپری که ببردم در خونه پیش براره بردم همین برار تو کجیر خب این کجیری بچه نادان این کارا رو میکنه همین بچه نادون فتنی آخر زمانه نیه من با خدا ما خود ما متوانشون بمرات ما این موتورا میفهم که تو برای موتورای باری لولو هم بروخ کمک نسیه کوری چند تا تگوشی هم بزدم کو باشه من صدا میکنم کجیر کجیر بده بیا بده چی میگن تو به تا دکون چه کار میکردی تو ملالا نمیکشم اونا خود اینا میان تحت کن نمیشینم بعد دیگه دوست رفیقم اونا بگیرم دست اینا بگیرم حد کن به در کنم بگم شما بریم حد کن به در شی تو میگم چه کار من یک چیز بهتون میگم من فرض تو هم خونیم بچه‌هاش کدوم نیه هم خانم میه هم در دکون بیا سودا وریشه بیا سودا ببره خب یه دم دکن بس سودای اشته ببره این 5 تا جوان کنج شیشته صد هم سیگار و چرس و قیلون و ای بربر میکشه اینا اشته بیان سودا ببرن خود چی بگم برای رفیقان من چی بگم اونا رو بگیرم دست اینا بگیرم خود به تو در فتنی کنم آخر زمان خود آدم کنده تاری ماما نرود نقد داری من نقض دارم آه دیگه هم بچه اگه تو خود به نقد درد داری کن نقض داری چرا اینا رو بیارم در ماما نوروز نه هم به بلد اینا رفتم چپ کرد دیخ نکشد لالا ماما جو خیلی سر صدا نکنیم بعد همسایه هایم این دفعه کار دگه نمیکنه ایلا که شما لالا دیدیم کاش که گیلک باشه رمضان عیدگل نوروز یک دیگه 5-6 تا جوانای هم تو با خونه که میای هیچ چی میگه مونده علا که من از صبح سودا میدم فقط از صبح تاشون قرار هم 5-6 تا 6 تا چلیم قیلون هم گذاشته یا سیگار هم در چرس با بیلا تو چرا ایت کارا میکنی ما کنه با تو بگفتم اگه دیگه این دفعه برار تو به می حالت بدید دکونه بسته میکنم دیگه به زندگی میگن دکونه و نکنیم مالی هم خیره دفعه آخری بود خیره برو برو به خونه برو بده سعی پیشته کارا میکنه این همسایه ها هم از دست ما اینو ناراحت کردم